سلام بچه ها، به چنل چی بخوریم خوش اومدید. امروز برای نهار میخوام یه غذای ساده ولی خیلی خوشمزه درست کنم با مواد اولیه‌ای که تو همه خونه ها پیدا میشه. برای آماده کردن یه خورشت مرغ ساده و آسون، مقدار مناسبی مرغ رو با زردچوبه، نمک، فلفل سیاه و به اندازه 1 قاشق غذاخوری زعفرون دم داده شده تمدار میکنم و ماساژش میدم تا مواد به خوردش بره. بچه حالا که تا اینجا اومدین لایک و سابسکرایب کنین تا بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. توی یه تابه مناسب روغن میریزم و مرغ رو سرخش میکنم تا طلایی بشه. بعد اینکه مرغ طلایی شد از روی حرارت برش میدارم. پیازهایی که نگینی پوست کردم و داخل همون تابه میریزم. پیازها رو به قدری تفت میدم که حالت شیشه‌ای به خودش بگیره. به این صورت. مرغ‌ها رو داخل تابه برمیگردونم و یکم آب میریزم و میذارم تا 1 الی 1.5 ساعت بجوشن با هم. غذای ما آماده است. امیدوارم از خوردن این غذای ساده و راحت لذت ببرید و نظراتتون رو برام کامنت کنید.